پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام ما را تاکید کرده است که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کدوم از شما وقتی دید که یک انسان در کاری بده، در کاری گناه، باید که ای دستش، یعنی اگر توانست برای ای دستش هم انسانی گناه کننده را از گناه بیرونش کنه. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر با دستش نتونست بعد با زبانش باید معا بداره. مثلا یک برادر تا میبینه که بر رفته است در دیسکوتک میره، جو زنا کنی میره، جو گناه کنی میره، این حق ایمانداری دولت که باید با زبانت بگویش که برادرم این کارا نکن. بتونی با دست نمونش بگردونش. اگر با دست نتونستی با زبانت بگو که برادری از این کارا نکن، گناه، معصیت، نافرمان برداری پروردگار. فإن لم یستطع فبقلبه، اگر با زبانت هم نتوانستی باید با دلت همون عملی بد یا همون شخصیت بد ببین. و ذالک از عفو ایمان. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله اگر این سه فعل نکردی، یعنی با دستت ای گناه کس معا نکردی، با زبانت نصیحتش نکردی، معنیش نداشتی، با دلت فعل عملی بد ندیدی، ایمانت از ایمانی و شخصیت ضعیف تره. یعنی نشانه ضعیفی، سستی و کم قوتی ایمان انسانه که یک کس میبینه که در گناه های معنیش نمیداره. شیخ سعدی هم مقاله داره، میگه اگر بینی که نابینا و چاه است و اگر خاموش بنشینی گناه است. اگر بینی که انسان در راه بد، در راه گناه میرود، اگر خاموش بستی برای تو هم چیه؟ گناه. امر معروف نهی منکر، یک کس نصیحت کردن فقط وظیفه ملاها نیست. هر یک مؤمن مسلمان ای جانب خداوند، یعنی که مأمور، مسئول، واداره که چیکار کنه؟ نصیحتگر باشه و قدر تواناییش. مثلا یک دوست، رفیق، یک همسال میبینی که مثال در راه بده، باید نصیحتش کنی که این کاری بده نکن. خداوند در قرآن وقتی ما امت اسلام وصف میکنه میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میگه امت اسلام شما بهترین امت هستید در بین تمام امت های گذشته. وظیفه شما امر معروف نهی منکر. امر معروف معناش چیه؟ معناش اینه که یک کس به سوی نیکی فریاد میکنی، دعوت میکنی. یک دوست رفیق تا میبینی وقتی نماز ده، میگه برادر بیا بریم وقتی نماز پیشین شد، وقتی نماز عصر شد، وقتی نماز شام شد، امر به نیکیش میکنی. امر معروف معناش همینه، امر به نیکی کردن. نهی منکر از کاری بد، چیزی که خداوند او را نهی کرده است، معنیش داشته است، یک کس معن میدار یا نهی منکر میکنه. این وظیفه تمام مؤمن مسلمانه، نه تنها ای ملاها و یعنی ای قاریا و ایشان ها. وظیفه تمام مؤمن مسلمانه که وقتی دیدی که یک دادرت، برادرت، رفیق، دوستت، آشنات در یک راهی بده، باید حتما باید معنیش بداری. حتما باید او را چکار کنی؟ حرکت کنی که این گناه، چون که او سوی دوزخ رفته ایستاده است، سوی هلاکت رفته است، سوی بدبختی و خاری هم در دنیا هم در آخرت رفته است. حرکت کنی باید معنیش بداری. نگذاری که یعنی رسوا شود، بدبخت شود، خار شود، جهنمی شود، باید نگذاریش. این وظیفه هر یک مؤمن مسلمان. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام در حدیث میگه قسم به همون خدایی که اختیار جان من در قدرت او هست، میگه شما امر معروف و نهی منکر کنید. یعنی مردم امر معروف کنه، نهی منکر کنه مردم. اگر شما امر معروف و نهی منکر نکنه، خداوند یک عذاب شب بالای شما را میاره. شما دیگه هر چند دعا میکنه، خداوند دعای شما را قبول نمیکنه. یعنی که اگر امر معروف و نهی منکر ای جامعه دورش، یعنی مردم نصیحت نکردن، غمخواری نکردن، دلسوزی نکردن، یک کس از کاری بد گناه معن نداشتن، خداوند در این حالت صورت چیکار میکرده؟ عذاب شب بالای قوم میآورد. حتی در بعض روایات جناب پیامبر صلی الله علیه و آله در بین هر جمعیت، هر قومی که اگر یک عالم نباشه، یک اهل علم نباشه، هر روز خداوند همون جمعیت 100 بار لعنت میکرده است. و چی خاطر؟ به خاطر نصیحتگر نداره، حقیقتگو نداره. و این خاطر یعنی که اکوهای جون دو داره جون حرکت کنیم که در هر کی جای اشتیم یک ملا بچه، یک اهل علم اگر در بین باشه، حدی اقل یک آیت برای ما تفسیر کنه، یک حدیث برای ما معنا کنه و حرکت کنیم که همنشین به انسان‌های خوب باشیم تا اینکه این چیزها را بفهمیم. اگر در محفل‌ها و معرکه‌هایی که فقط مثلا همین انا بگیم عادی انا مردم جمع میشن فقط خوردن هر ترتر دنیا در اونجا اشتراک کردیم، اونجا ما یکم فایز نمیگیریم، فقط خوردن میبینی تمام، خوردن میگیری تمام. اما وقتی محفل مجلسی که انسان‌های صالح، اهل علم‌ها، انسان‌های یعنی طالب علم خوبن، در چنین محفل‌ها اشتراک کردیم ان شاء الله که فایز میبریم.
یک گفته خدا را میشنویم، گفته جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام میفهمیم، یعنی یک علم حکمت، یک پند حکمت از خود میگه. و این خاطر دادار جون حرکت کنیم که یعنی اولش که خدا و پیغمبر را دوست بداریم، دویمش که همنشینی و انسانهای خوب و صالح داشته باشیم تا اینکه حیاتمون عوض دگرگون شود. خداوند بزرگوار این خیر احسان و درگاهش قبول بگردونه و پروردگار این خواهر شمونای گذشته مرحوم را غریق رحمت شایسته جنت بگردونه. پروردگار بزرگوار اینی برادران عبدالرازق همراه اهل بیت و برادرهاشون خداوند فیض و برکت در حیاتشون، در کسب کارشون پروردگار برکت ها را نازل بفرما و خداوند خودشون همراه اهل بیتشون بخت سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بگردون. از بلاها و آفتها و مصیبتها و مشقتها در حفظ امان و نگهشون بدار. پروردگار فرزنداشون عالمی با عمل، خدمتگار دین اسلام، مسلمین جمعیت، نور چشم پدر و مادرشون بگردون. خداوند هر امید، آرزو و مراد و مقصدی داشته باشن برات به مراد و مقصد برسون. پروردگار این جمعیت ما هم پروردگار را هر چیزی که رضای خود دستگاران و نصیب بگردان، از قهر غضب و در حفظ امان و نگهمون دار. پروردگار خاتمه اون را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و